نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. بحثی مونده در مورد رؤیت ماه و شروع رمضان یا گرفتن عید. اگرچه از ماه رمضان و این مباحث ما کمی دور شدیم، ولی هر سال این مباحث هست و هر سال دوتا عید داریم و متاسفانه این مابین مشکلاتی به وجود آمده با ظهور این فضای مجازی و باعث شبهاتی در میان اهل سنت شده. یکی از حرفایی که امسال اینو خیلی در مابین اهل سنت دور دادن این بحث بود که چطور شد که این ماه در ایران ما دیده نشد اما در اطراف ایران دیده شد. این ماه کجا رفت؟ وقتی رسید به ایران کجا شد این ماه؟ ما تو افغانستان دیدن، ترکیه دیده، فلان جا دیده، اینور دیده، اونور دیده، چطور در ایران دیده نشده؟ اولا دوستان عزیزان گرامی، این گفته خود اشتباه است. اینکه کسی بگه در اطراف ایران ماه دیده شده، خب در اطراف ایران پاکستان هم ما داریم، روز چهارشنبه عید کردن پس ماه را ندیدن. هندوستان هم ما داریم، اونا هم روز چهارشنبه عید کردن پس اونا هم ماه را ندیدن. و ما بنگلادش هم مرتب داریم پس اونا هم ماه را ندیدن، پس اونا هم عید نگرفتن، با ما بودن، با روز چهارشنبه با مکه مکرمه روز شنبه عید نگرفتن. لذا این گفته که بله در اطراف ایران دیده شده و چرا در ایران دیده نشده، این خود اشتباه است. بله ما بین این اطراف کشورهایی هستن که به نسبت اینا هم آگاهی غلط به اهل سنت میدن، از جمله افغانستان ما. من دوستانی دارم مستقیما با در ارتباطم، از اونا پرسیدم چطور شد شما که مگه شما ما را دیدین؟ گفتن نخیر. گفتم شما چرا عید گرفتین پس؟ گفتن که سالیان ساله، چندین سال ما با مکه هستیم. لذا این فرموده بعضی از شبکه‌های به ظاهر اهل سنت که آمدن با شبه افکنی علمای اهل سنت در اعلان روزه ترسو قرار دادن، اینها به نسبت این موضوع به جامعه اهل سنت دروغ گفتن که بله در اطراف ایران ماه دیده شده. کجا دیده شده؟ افغانستان اصلا بحث رؤیت هلال و این مباحث اصلا سالیان ساله که الان با مکه مکرمه هستن. لذا در افغانستان 100% ماه دیده نشده. خب در ترکمنستان ما که این عزیزان ما متاسفانه با همین هایی هستن که با مکه مکرمه در ترکمن صحرای ما عید میگیرن. پس یک کشور کمونیستی که اصلا اونجا یک هیئتی باشه برای استحلال این مسائل اصلا وجود نداره و اگر وجود هم داشته باشه با عربستان هم. از این منطرف مونده ترکیه، کشور ترکیه بنابر حسب فلکیات اصلا کاری به عربستان نداره، کاری اصلا به دیدن رؤیت ماه این مسائل نداره، بلکه چندین روز پیش، بلکه مال چندین سال رو هم جلوتر اینا اعلان کردن که فلان روز عید میشه. چنانکه یکی دو سال پیش بود، من دقیقا یادم نیست، ولی 100% شده که جلوتر از عربستان گفتن که فلان روز عیده. لذا در ترکیه هم ماه را که ببینند و بگن عیده، این بس اصلا نبوده. لذا این هم اشتباه هست. عراق که کشوری شما میبینید دیگه، این هم در هم بر هم، معلوم نیست کدوم دولت با کدوم مذهب داره اونجا حکومت میکنه. و اگر هم دیده شده اصلا اینکه اونا بیان خبر مستقیم به ما بدن، این هم اصلا اعتباری به دیدن اونها ما نمیتونیم بکنیم. بعضا آمدن تو خود ایران قوقا بپنداختن که بله در بنپور نمیز سراوان و فلانجا دیده شده، 4-5 نفر امضا کردن که بله اینها دیده شده، اینا دیدن، در فضای مجازی پخشش کردن. حضرت دیگه خبر را باید از خود خانه باید خبر گرفت. استاد دیدم همونجا هستن، ما زنگ زدیم پرسیدیم استاد این چطوره؟ فرمودن که بله ما اونا را خواستیم و از اونا شهادت گرفتیم. شما یک قسم میخوری که ما را دیدیم؟ هیچ کدوم از اونا حاضر نشده قسم بخوره. حتی مولانا نقشبندی حفظه‌الله میفرمودن، در سخنرانی من شنیدم، در سخنرانی خود ایشون میفرمودن که بله همون شخصی که شما مدعی هستی اونجا امضا کرده فلان مولوی فلان مفتی، فرمودن که عینک شماره یا 5 یا 6 متوجه این نمیشه این بزرگوار که از جلوش اگه گربه بگذره گربه ای هست چی هست، این چطور ما را دیده؟ قصد اهانت به کسی ندارم، ولی واقعا بعضی شبکه‌های به ظاهر اهل سنت، همه را نمیگم، بعضی شبکه‌های به ظاهر اهل سنت به نسبت این موضوع به جامعه اهل سنت ایران دروغ گفتن و بزرگترین مقصد اینها نه تنها در بحث رؤیت هلال،
بلکه یکی از زحمت‌های این شبکه‌های به ظاهر اهل سنت در طول این چندین سال همین بوده که میخواهند علما نسبت به علمای اهل سنت مردم را بدبین بکنن که بله اینا دولتی هستند، این از دولت میترسن. کی از دولت میترسه؟ اصلا به نسبت اعلان این که فلان روز عید هست یا نیست دولت اصلا با ما کاری نداره. دولت اگر میاد دخالتی میکنه به نسبت خواندن همون نماز عید در روز مشخص که همه با هم بخوانن. این که فلان مولوی یا فلان شخص، اصلا همین پارسال بود، پیرا سال بود، ما از اساتید خبر گرفتیم گفتن که ماه دیده شده، دولت اعلام نکرد. من محافظ امان الله یلمه که اصلا هیچ جایگاهی به نسبت خواندن نماز عید این مسائل ندارم، من اعلان کردم، صراحتا در کانالم نوشتم، در کل اهل سنت همینطور اعلان کردن. و همینطور اصلا به نسبت این موضوع دولت اصلا دخالتی نداره که کسی بخواد از کسی بترسه برای اعلان روز عید. بله به نسبت اینکه فلان روز نماز عید را بخوانن، بله بعضی جاها هستن که به حرف این موارد گوش میکنن. خب دیگه هر کسی مسئولیتش با کار خودشه، با خودشه. اگر از ما اهل سنت هم اگر بنابر کدام فشاری یا کدام تقاضایی یا کدام خواهشی یا کدام التماسی، حالا اسمش هرچی بگذارین، بگن که ما در یک روز عید بخوانیم و نماز عید بخوانیم وحدت بشه و فلان این مسائل، و یک سری مشکلات جانبی هم این مسائل دارن برای اهل سنت ما که فردا میخوان در کدام نهادی میخوان استخدام بشن، این مسائل هم مشکلات رو به بار میاره. علمای اهل سنت ما بنابر دوربینی خودشون اگر در یک روز عید را روز بعد هم بخوانن، چون که میدانن بنابر مبنای مذهبشون گناهکار هم نمیشن، این آمدن و برچسب ترس دادن، این خیانت به اهل سنت و الجماعت ایران ما هست. لذا دوستان جوان ها مخصوصا شما گول اینها را نخورین. یعنی در خیلی از موارد با ما اهل سنت مخالفن. در 20 رکعت تراویح که از زمان حضرت عمر رضی الله عنه از اون موقع تا امروزه همیشه 20 رکعت بوده، آمده این مباحث بحث کردن که بحث اجماعی اهل سنته. اصلا در این مسئله اختلافی ما نداریم از در عمل. در کتابا بحث هست، در کتابا خیلی مباحث داریم، ولی اینا آمدن امروز میگن تراویح 8 رکعت سنت اینه، حالا 20 رکعت هم بخوانی خوب. حالا باز چندین سال باز بهتر شد، اون اوایل که خیلی خراب کرده بودن اینا، با توهین به مقدسات اهل سنت، با توهین به علمای اهل سنت و شرک و کفر دانستن، نمیدونم همین بحث اتباع از یک مذهب، خیلی مباحث خیلی شروع کرده بودن. باز این روزها الحمدلله مؤدب‌تر شدن. لذا همین دوستان نه علمای شما دارین که به خاطر دین دیانشون در این چندین سال انقلاب جمهوری اسلامی ایران اشخاص تندرو آمدن به مقدسات اهل سنت چقدر توهین‌ها کردن. آیا شبکه‌های به ظاهر اهل سنت از اینا دفاع کردن؟ یعنی همین علمای حقانی شما بودن که از این مورد دفاع کردن. عجیبه، سال 12 ماه مسائل از علمای خودتون میپرسید، حالا بحث رؤیت ماه که میشه به خاطر یک روزه میریم بالا میایم پایین که بله فلانی اعلان کرده که اصلا اون که نه چی بگم آخه من، اون که اصلا اون طرفش معلوم نیست کی هست، کجا خونده، هیچ اعتمادی به اونا نیست. اونا فوقش باشن مثل من مولوی، بیشتر از من نیستن. حالا امتحان اصلا میکنه. و یک مسئله دیگه، فقط این ایران نبوده که روز چهارشنبه عید اعلام کرده، 14 کشورن، خیلی زیاد، اردن بوده، فلسطین بوده، تونس بوده، لیبی بوده، سودان بوده، مصر بوده، سوریه بوده، عمان بوده، مراکش، مالزی، اندونزی، استرالیا، ژاپن، بعد عرض می‌کنم که هند، برونی، پاکستان، بنگلادش، 14 15 تا کشور بودن. اینا هم از دولت ترسیدن؟ از کی ترسیدن اینا؟ لذا همین جوانان اهل سنت ما به هر بادی نباید وزید، به هر بادی نباید چرخید، مانند پرچم نباشیم. به علمای خودتون که واقعا عامل به قرآن و سنت هستن اعتماد بکنید. الله به همه توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.